اگر به صورت خانوادگی داریم برای ویزای مولتی کانادا اقدام میکنیم، نیاز هستش که همه اعضای خانواده که در اون درخواست هستند یک نفر رو به عنوان نماینده اداره مهاجرت از طریق فرم 5713 معرفی کنن که راجبش کامل بهتون توضیح میدم. به صورت عملی هم میریم فرم رو پر میکنیم. در بخش ایجاد درخواست در ویدیوهای قبلی اگر خاطرتون باشه در قسمت‌های ما به سوالاتی جواب میدادیم و در یکی از سوال مبنی بر این بود که Do you want to submit an application for a family member؟ یعنی آیا شما میخواین این درخواست رو برای عضو دیگه از خانواده‌تون هم ارسال کنین، که اگر جواب yes بود جای خالیش در قسمت چک لیست مدارک ایجاد میشد و ما باید فرم 5713 رو هم پر میکردیم. خب الان این فرم به این صورت هستش که با هم میریم پر میکنیم. حالا این قسمت رو هم ریویوی همون سوالات رو ببینین. از این قسمت که میان تقریبا سوال وسطی، اون سوالای قسمت وسط هستش. Do you want to submit an application for a family member؟ اگر جواب بله هستش، خب اون قسمت خالی در بخش چک لیست ایجاد میشه و ما باید فرم 5713 رو هم پر کنیم. فرم رو میتونیم به دو صورت تهیه کنیم. یکی از طریق خود حساب کاربرتون، بعد از که ورود پیدا کردین از قسمت چک لیست مدارک میان پایین، از بخش مدارک پشتیبان میاین و رو خود قسمت Use of a Family Member Representative for Online Applications IMM 5713 این رو وقتی روش کلیک کنین براتون میاد و دانلود میشه و بعد میتونید سیوش کنید روی دسکتاپتون و پرش کنید. و حالا میریم بهتون توضیح میدم به چه صورتی است، چه بخشایی داره و حتما نیاز داره که شما به صورت دیجیتالی امضاش کنین و توضیحات تکمیلی رو به صورت عملی باز میریم با هم میبینیم. و یه راه دیگه برای اینکه اینو تهیه کنین اینه که از طریق گوگل سرچش کنین، میزنین فرم IMM 5713 E برای فرم انگلیسی و اگر F بذاریم برای فرانسه هستش. فقط مراقب باشین که از خود canada.ca باشه، یعنی دومین ircc.canada.ca رو شما ببینید و بعد دانلودش کنید. بعد از اینکه پرش کردین برمیگردین و توی بخش چک لیست آپلودش میکنین تو اون بخشی که مربوط به خودش هستش. خب قبل از اینکه بریم به صورت عملی فرم رو پر کنیم، نکات مهم راجع به فرم با هم ببینیم به چه صورتی هستش. فرم 5713 برای درخواست های آنلاین ویزاست که به صورت خانوادگی اقدام میشه و در صورتی که همه اعضای خانواده به صورت یک جا در یک پکیج اقدام به درخواست برای ویزا کنند، میبایست یک نفر را به عنوان نماینده از طرف خود به اداره مهاجرت کانادا معرفی کنند که در واقع با این فرم به این عضو خانواده اجازه داده می شود که به جای آنها درخواست را کامل و مکاتبات و پرداخت هزینه و غیره را انجام دهد. برای انجام این کار همه اعضای خانواده باید این فرم را تکمیل کنند. البته یک نفر برای هر خانواده کافی است. اگر یکی از اعضای خانواده خود را به عنوان نماینده منصوب کنید، شما به ایشان مجوز ارسال درخواست ویزا، دریافت اطلاعات، انجام امور تجاری و انجام مکاتبات به جای خودتان را دادید. بخش A شامل نماینده اعضای خانواده میشه که نام خانوادگی و امضای نماینده اونجا باید زده بشه و بعد اطلاعات اعضای خانواده از قبیل نام، تاریخ تولد و ارتباط اعضای خانواده با نماینده، مثل اینکه مثلا همسرش هستن، پسر، دختره و غیره هست. بخش B اعطای اجازه به نماینده اعضای خانواده هستش. هر یک از اعضای خانواده 18 سال و بالاتر که در بخش A فهرست شده اند باید این بخش را با ذکر تاریخ امضا کنند. یعنی در واقع بخش B بخشیه که اعضای خانواده امضا میکنن. بخش C هم اظهار و امضای خود نماینده خانواده است. یه نکته مهمم خدمتتون بگم، این فرم را فقط باید اعضای خانواده 18 سال به بالا پر کنند که شامل همسر، فرزندان و برادر و خواهر می شود. افراد زیر 18 سال نیازی به ارائه این تاییدیه ندارند. وقتی که اجازه به نماینده خانواده داده می شود، امکان لغو آن تنها در صورت ارسال مجدد تقاضای درخواست ویزا میسر می گردد. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی این اجازه رو دادین دیگه نمیتونین لغوش کنین مگر اینکه شما مجددا یه درخواست جدید ویزا بخواین ارسال کنین. پس این رو هم مد نظر داشته باشین. خب با هم بریم
به صورت عملی هم یک بار این فرم رو ببینیم و با هم پرش کنیم، ببینیم به چه صورتی هست. پر کردن فرم 5713 بسیار ساده هستش و همونطور که خدمتتون گفتم دارای 3 بخش هستش. Use of a family member representative for online applications. بخش A شامل نام خانوادگی و تاریخ تولد نماینده هستش. قسمت سوم بخش A اسامی افرادی که قرار همراه نماینده در این ویزا درخواست بدن رو اظهار میکنین. ارتباطشون رو با نماینده در این قسمت اظهار میکنین، همسر، دختر، پسر، برادر، والدین، غیره، و تاریخ تولد رو در این ستون اظهار میکنین. در پایین در بخش B میاین به همون ترتیب که اسامی رو اظهار کردین امضا رو ثبت میکنین، تاریخ رو هم در این قسمت ثبت میکنین و در قسمت C امضای نماینده و تاریخ رو اظهار میکنید. این فرم رو سیو میکنید در دسکتاپ و بعد آپلودش میکنید در قسمت مربوطه. اینجا یه نکته مهمی هم در خصوص امضای متقاضی هستش. امضای متقاضی در کنار مدارک هویتی وی بخشی از شناسه هویتی متقاضی در نظر گرفته می شود که لازم است در تمامی مراحل درخواست ویزا به صورت متحدالشکلی ارائه شود. در صورت عدم تشابه و مغایرت در امضا احتمال رد درخواست متقاضی مبنی بر جعل امضا وجود دارد. امضای روی پاسپورت شما مبنای مقایسه امضاهای دیگر می باشد که می بایست در تمامی مکاتبات و فرم های شما به صورت کاملا مشابهی انجام گردد. خب متقاضیانی هم که امکان ثبت امضای دیجیتال خودشون ندارن میتونن از طریق خدمات ما در بخش 4 خدمات ما برای تکمیل فرم انجام امضای دیجیتال استفاده کنند. توضیحات تکمیلی رو از طریق ویدئوی خدمات پشتیبانی ما ببینید. نکته دیگه این که نیازی نیست که امضای شما که روی اسنادتون مثلا در ایران، حالا اسناد مهمی اگر دارین خورده، حالا دقیقا همون رو شما بیاین و در درخواستتون درج کنید. ولی ترجیحاً اگر مدارکی رو قرار هست به سفارت بدین و در اون مدارک شما امضایی دارین که خب مشخص هستش، به عنوان مثال شما یه قراردادی دارید میخواد جزوی از مدارک تمکن مالیتون ارائه بدین، اگر که قرار اون رو ارائه بدین خب باید باز اون امضا رو مبنا قرار بدین و بقیه مدارک و فرمات رو که دارید پر میکنید برای این درخواست شبیه اون امضا باشه. در غیر این صورت نیازی نیست مثلا شما حتما اون امضایی رو که شاید سالها توی قراردادهاتون داشتین، حالا توی بنگاه، نمیدونم توی دفاتر اسناد رسمی، همون رو مثلا بیاین بزنید. میتونه یه اسم انگلیسی باشه ولی باید متحدالشکل باشه در درخواستتون. تو قسمت پیکاپ ویزا سفارت از شما میخواد که پاسپورتی رو که امضا شده بهشون تحویل بدین و بعد شما میان یه امضایی میزنین که مغایرت پیدا میکنه با اون چیزی که توی فرماتون هستش. پس به این نکته توجه کنین که اگه مدارکی رو قرار هست به سفارت ارائه بدین که در اصل مدارکتون امضای شما ثبت شده، بهتر همگی از یک شکل تبعیت کنن و یکسان و متحدالشکل باشن. ممنون که تا این لحظه با من بودین. تا ویدیو بعدی و بخش بعدی بدرود.